امروز میخواهم چند آیه از کتاب مقدس برای شما قرائت کنم. یوحنا باب 12 آیه 44 تا 50. داوری به وسیله کلام عیسی. پس عیسی با صدای بلند گفت: هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می‌بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمده‌ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی کنم. زیرا نیامده‌ام تا جهان را محکوم سازم، بلکه تا جهان را نجات ببخشم. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد، او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت، چون من از خود سخن نمی گویم،